حل معما با سکوت کردن. یه معما خیلی معروف از دانشگاه آکسفورد که حتی در روزنامه گاردین هم چاپ شده. یه جایزه داریم زیر یکی از این 5 تا شکل قرار گرفته. شیرپا فقط شکل برنده رو میدونه و کالین فقط رنگ اونو میدونه. خب موجی برای اولین بار از هر دو نفر میپرسه که آیا جواب میدونید؟ اگه به شیرپا از قبل گفته شده بود مربع که همون لحظه جواب میداد چون فقط یه دونه مربع وجود داره. اگه به کالین گفته شده بود زرد، اونم فوراً پاسخ میداد چون فقط یه دونه شکل زرد وجود داره. اما هر دو سکوت میکنن. همین سکوت خودش یه نوع سرنخه. هیچ کدام اطلاعات منحصر به فردی دریافت نکردن، پس هر دو نتیجه میگیرن که شکل برنده نه مربع آبیه و نه دایره زرده. این دوتا گزینه از ذهن هر دو نفر حذف میشه. موجی دوباره همون سوالو میپرسه، باز هم هر دو نفر سکوت میکنن. در نگاه اول به نظر میرسه که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد از حذف دو گزینه قبلی یعنی دایره و رنگ آبی، هر کدوم فقط یک بار باقی موندن. اگر شکل برنده دایره بود که شیرپا جواب میدونست، اگر رنگ آبی بود که کالین هم میتونست جواب رو پیدا بکنه. اما سکوت دوم هم نشون میده که هیچ کدام از این دوتا شکل این ویژگی ها رو نداشتن. پس دایره سبز و مثلث آبی هم حذف شدن. حالا فقط یک گزینه باقی مونده، اون هم مثلث سبز هستش. هر دو دقیقاً در همون لحظه بدون اینکه اصلا بخوان صحبت کنن پاسخ رو پیدا میکنن. این قدرت منطق مشترک هست، جایی که حتی سکوت میتونه به اندازه یک سرنخ اطلاعات مهمی رو منتقل کنه.